16 شهریور 1386 محکومیت ایران به پرداخت 2.6 میلیارد دلار غرامت حمله به پایگاه تفنگداران آمریکایی توسط دستگاه قضایی آمریکا. 23 خرداد 1387 صدور حکم مصادره اوراق قرضه خریداری شده توسط بانک مرکزی ایران به ارزش 2 میلیارد دلار توسط دستگاه قضایی آمریکا. 6 آبان 1387 دستور دستگاه قضایی آمریکا به سیتی بانک نیویورک جهت ضبط اوراق قرضه خریداری شده توسط بانک مرکزی ایران به ارزش 1 میلیارد 750 هزار دلار. 2 تیر 1388 اعتراض بانک مرکزی ایران نسبت به ضبط اوراق قرضه و دستور دادگاه به ادامه ضبط اوراق قرضه و همزمان بررسی اعتراض ایران. 10 اسفند ماه 1391 تایید حکم ضبط اوراق قرضه ایران در آمریکا توسط دستگاه قضایی آمریکا و رد اعتراض بانک مرکزی ایران. 18 تیر ماه 1393 اعتراض مجدد بانک مرکزی ایران و رد این اعتراض در دادگاه تجدید نظر آمریکا. اول اردیبهشت 1395 آخرین اعتراض ایران در دیوان عالی آمریکا و رد آخرین اعتراض ایران در آخرین امکان تجدید نظر. تا قبل از اینکه این پرونده به مسیر غیرقابل بازگشت برسه و صداش تو ایران در نیامده بود، رئیس دولت وقت یعنی احمدی نژاد چی میگفت؟ بی‌ادبانه واژه تنبیه به کار میبرن. یا ما میخوام تنبیه کنیم. شما عذر میخوام چی هستی؟ کی هستی؟ نشدنی است. آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا؟ 4 تا. انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. من با یه ضرب المثل ایرانی، یه تعبیر ایرانی این که شرایط عوض شده رو گفتم. آقای دکتر حداد به من گفتن اینجوری نگو، یه جور دیگه بگو. من حالا دوتاشو میگم. یه مثالی داریم تو ایرانی ها، میگه بابا اون ممه رو لولو برد. حالا ایشون بعد این سالها یادش افتاده آمریکا داره 2 میلیارد دلار حقوق ایران رو بالا میکشه و توی حرکت تبلیغاتی انتخاباتی به اوباما نامه نوشته که آقا حق ایران رو بده. منتها چون دروغگو حافظه‌اش ضعیفه، ایشون تو نامه‌اش تاریخ شروع این دعوای حقوقی رو سال 1393 عنوان کرده و گفته سال 1395 هم حکم تایید شده. همونطور که عرض کردیم صحبت آقای احمدی نژاد که تو این نامه دارای مصرف داخلی درد شده کاملا دروغه. ایشون اگه میخواد خودش رو منجی معرفی کنه باید دنبال چیزهای دیگه ای باشه، نه افتضاحی که تو دولت خود ایشون رقم خورده و اونقدر بزرگ بوده که این دولت هم نتونسته جمعش کنه.